شاید سری قبل که از آقایون خواستیم که از خودشون بپرسن که همسرشون ازشون چی میخواد، خانوما خیلی خوشحال شدن که بالاخره یکی حرفای ما رو گفت، به صورت دسته‌بندی شده، بعدش هم کلیپش رو اینور اونور پخش کردن. اما امروز مسئله دقیقاً برعکس قسمت قبله که فکر میکنم آقایون بیشتر ازش رضایت داشته باشن و احتمالاً بعضی از خانومها زیاد خوششون نیاد. اما به هر حال برای اینکه یک زندگی مشترک خوب داشته باشیم باید دو طرف ماجرا این سوال رو از خودشون بپرسن که همسرم ازم چی میخواد. و این بار روی صحبت با خانوماست. یه سوال میپرسم که فکر میکنم اکثرا جواب اشتباهی بهش میدید. سوال: دلیل اصلی ازدواج برای آقایون چیه؟ یک آقا کی به فکر ازدواج میافته؟ نمیریم سراغ جوابهایی که فکر میکنم تو مغزتون میچرخه. جواب رو بهتون میدم. مرد از ازدواج میخواد به آرامش روحی برسه. برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش بیابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد. پس زن باش با تمام لطافت و نرمی که یک زن باید داشته باشه. تو صحبتت با همسرت این لطافت و ناز کردن وجود داشته باشه. با لطافت ازش چیز بخوا، با لطافت شکایت کن، با لطافت مشکلاتت رو بگو. اگر از قالب خودت خارج بشی و بخوای نظامی مشکلاتت رو حل کنی، بازنده ای. بزرگترین چیزی که زن رو از چشم همسرش میندازه، دقت کن، بزرگترین چیزی که زن رو از چشم همسرش میندازه رو دارم میگم، اینه که زن از خودش هیبت مردونه نشون بده یا هر کاری که باعث از بین بردن اون آرامشی میشه که سبب اول ازدواجه. وقتی مشغوله یا گرسنه است یا خسته، پرونده مشکلات خونه یا اشتباهات بچه ها رو باز نکن. موقعیت شناس باش. حتی عصبانیتش رو با لطافت و نرمیت کنترل کن. حتی گولش بزن. بریم سراغ مرحله بعدی. دیگه همسرت ازت چی میخواد؟ مردها بخوان یا نخوان توی جامعه با خانومهایی برخوردارن که عفت و اخلاق و دین رو گذاشتن کنار و با بهترین وسایل آرایش و لباس و عطر و ناز و اشوه توجه مردها رو به خودشون جلب میکنه. حالا همین آقا که دور و برش پر از اینجور زنا، از بیرون خونه میاد تو و شما با یه پیشبند آشپزخونه، یه دست چاقو، اون دست پیاز، موهای پریشون، روی کثیف، ناخن دراز، واه واه واه. وقتی رسول الله علیه السلام داره از زنهای خوب صحبت میکنه، میفرمایند، دقت کن، داره از همسران خوب صحبت میکنه. کی؟ الگوت، سرورمون علیه السلام. رسول الله در مورد زنهای خوب میفرمایند اونها که اگر همسرشون بهشون نگاه کنه باعث خوشحالیش میشه. لوازم آرایش، لباسای جذاب و مد روز، این همه درسای اسرار جذاب شدن فقط برای زنای بی‌حیا و بی‌عفت نیست که تو خیابونا خودشون رو به نمایش بذارن. شما زن مسلمون و با حیا زمانی زرنگی که از همه اونها جذاب تر باشی. ولی برای همسرت کاری کن، دقت کن، کاری کن که همسرت یکی از جذابترین مدل‌های دنیا رو تو خونش داشته باشه. معلومه که آرایش بیرون از خونه جلوی مردهای غریبه هم تقوات رو داغون میکنه، هم زندگی خانوادگیت رو. ولی همونقدر به خودت نرسیدن، آرایش نکردن، جذاب نبودن به معنای واقعی کلمه تو خونه، خانواده و زندگی زناشوییت رو سرد و داغون میکنه. سومین چیزی که همسرت ازت میخواد اینه که بهش
برسی. عزیزم یه استکان چای میریزی؟ دخترم چای بریز واسه بابات. بابای پشت دره. پسرم برو در واسه بابات باز کن. مرد کیف میکنه از اینکه همسرش بهش برسه. وقتی میاد خونه تو دور برش باشی. اون خودش میتونه از بچه ها بخواد که کارا رو براش انجام بدن، اما دوست داره تو بهش خدمت کنی. مورد بعدی، چرا خیلی از مردها رازهاشون رو، زندگی خصوصیشون رو فقط به دوستاشون میگن؟ این رو تو به عنوان یک زن باید از خودت بپرسی که چرا من رو انتخاب نمیکنه که همه حرفاش رو بهم بزنه و اون مهر و محبت، صمیمیت، رابطه زناشویی بینمون بهتر و جذابتر و صمیمیتر بشه. من بهت میگم اولا اینکه چون خیلی از خانومها عادت دارن کارهای اشتباه همسرشون رو با کوچکترین مشکلی که پیش میاد به روشون میارن. سرت کلاه گذاشتن، انقدر به خانوما اطمینان کردی، به حرفاشون گوش دادی، خوبه که خودت هم میای میگی. آخر کلاه سر حقته، خودت تعریف میکنی، حقته. شوهرت یاد میگیره دفعه بعدی بهت نگه چه کارایی داره انجام میده، تازش آتو نداشته باشی. دیوونه است مگه؟ به همین سادگی. بعضیا هم فوراً تمام اطلاعات خونه رو به صورت زنده و مستقیم واسه مامان یا خواهر یا دوست صمیمیشون تعریف میکنه. یعنی وقتی همسرت ببینه که ثانیه به ثانیه زندگی رو با تلفن به مامانت مخابره میکنی، نمیاد حرفای خصوصیش رو بهت بزنه. رسول الله علیه السلام میفرمایند از بزرگترین خیانت ها پیش خدا، خوب گوش کن، از بزرگترین خیانت ها پیش خدا روز قیامت مردیه که به همسرش میرسه و با هم رابطه برقرار میکنند و بعد همسرش میره و راز رو برای بقیه برملا میکنه. بزرگترین خیانت ها نزد خدا روز قیامت. سومین جواب برای سوال چرا همسرم رازهاش رو بهم نمیگه برمیگرده به غیرت تو نسبت به هر کاری که به خانوما مربوط میشه. وقتی همسرت داره در مورد همکارش که یک خانوم از سر قضا صحبت میکنه، اصلا جنسیت همکارش هم حالا مهم نیست، تو دقیقاً گیر میدی سر همین مسئله غیرت. اون یاد میگیره دیگه هیچ چیزی که خانوم درش وجود داشته باشه برای تو تعریف نکنه. اصلا غیرت زنانه که از حد بگذره مرد رو اذیت میکنه. چک کردن موبایلش، دنبال کردن مسیر چشمش تو خیابون، حساسیت بیخودی به هر کاری که اسم خانوم توش باشه باعث میشه که همسرت بخش زیادی از حرفهاش رو بهت نگه، چون باهات راحت نیست و این به ضرر خودت. یه بار دیگه تاکید میکنم که این قسمت برای آقایون نبود. یعنی آقایون وظیفه ندارن مدام این مواردی رو که گفتیم رو به همسرشون یادآوری کنن. برای یه زندگی خوب آقایون باید بپرسن خانومم از من چی میخواد و خانومها باید بپرسن آقام ازم چی میخواد.